یکی از اکتورهای عجایبی تئاتر تاجیک اکتور رومانتیکی و قهرمانی عبدالرحمن سیدوف می باشم. این کس بسیار عمر کوتاه را دیدم. همگی 35 سال حیات به سر بردند. سال 45 ماه سپتامبر از کسلی سیل از دنیا چشم پوشیدند. لیکن در این عمر کوتاهشان آن کس در صحنه تاجیک بسیار خدمت برجسته کردند. بسیار ابرازهای عجایب درخشان آفریدند. ما آن سالها جوان بودیم و از بازی این کس بسیار بهره می بردیم. مفتونی هنری اجراگری همین اکتور بودیم. عبدالرحمن سیدوف سال 1910 در دهه چقرکول بخارای باستانی در عائله چیلانگر تولد یافتند. پدرشان هر روز از صبح تا بیگاهی آهن تفسان را به اطاعت به در آوردند و از بس که کسبشان بسیار وزنین بود، دشوار بود و روزگارشان هم آسان نبود، این مردی زحمتکش مهنتکش عمر کوتاه دید. عبدالرحمن برمحل از پدر جدا شد. مادرش همراه 4 فرزند ماند و از بس که سواد درست نداشت و مجبور بود که به خانه آدمان رود و بچه پایی کند یا جامعه شویی کند یا نان پزد یا یگان کار خانه را اجرا کند و یک برده نان برای بچه ها یافته تواند. البته چنین زندگی برای این زن مشتپر نهایت دشوار بود و به سبب نیست که این زن هم تیز از دنیا چشم پوشید و آن 4 فرزند خردسال بی مادر و بی پدر ماندند. همسایه ها خویشتبارها این بچه ها را تقسیم کردند و هر یک کودک در یک خاندان تربیه یافت. البته کودکان خردسال بار گران را به ذمه می گرفتند و زندگیشان چندان خرسنده آور نبود. 3 نفر از دنیا چشم می پوشند و تنها خود عبدالرحمن می ماند. خیریت انقلاب اکتبر غلبه کرد و صغیرخانه ها گشاد و در یکی از صغیرخانه ها عبدالرحمن خردسال تربیه یافت. در همانجا به مکتب رفت. بعد از این به آموزشگاه راه آهن داخل شد. در آنجا خواند و در همانجا در دسته خودفعالیتی اشتراک کرد. از بس که این پسرچه نسبت به صنعت شوق و هوس کلان داشت، آهسته آهسته تا به درجه راهبر همین دسته خودفعالیتی گردید و سال 1928 وقتی که در بخارا در تشکیلات آذوقه‌چیان یک دسته خودفعالیتی به وجود می آید، عبدالرحمن در همین جا هم شرکت ورزید و سال 29 در این دسته و یک چند نمایش ها را تماشا کرد و خودش هم اعضای همین دسته گردید. بعد سال 30 از دوشنبه محمودوف می آید و برای تئاتر نوبنیاد شهر استالین‌آباد بهترین هوسکاران همین دسته را تشویقات می کند که آنها بخارا را ترک کنند و به استالین‌آباد کشیده روند و در بین
6-7 نفر انتخاب کنندگان عبدالرحمن سیدوف 21 ساله یکی از بازیافت‌های بزرگ بوده است. دیگران چندان مهارتی بلند بر نشان دادن نتوانستند. آنها کار کردن، خدمت نمودند، لیکن اکثر نقش‌های خرد نصیبشان گردید. بعضیشان تئاتر را بر محل ترک کردند و کار دیگر گذاشتند. اما عبدالرحمن سیدوف بعد از یک چند ماه در رول‌های اساسی جلب گردید و یکمین نقشی که در همین تئاتر نوبنیاد و آفرید رول زاکر در درام موسیقی حلیمه بود. زاکر این برادری حلیمه می باشد و می بیند که پدرش خواهرش را به زوری به یک آدمی دوست نداشتش، آدمی کلانسین به شوهر داده ایستاده است. بنابراین ضد پدر نادان، ضد پدر جاهل می براید و در پرده آخر وقتی که حلیمه خودش را به حوض می پرتاید و قربان می شود، مرده وی را از درون آب می برارند، زاکر در پیش جسد بیجان خواهرش ایستاده می گوید که بیچاره خواهرک عزیزم از نادانی پدر جاهلم قربان شد و این سخنها را چنان از قلب سوزانش افاده می کرد که در چشمان آدمان اشک می ریخت. و بدتر بعد از یک چند ماه عبدالرحمن سیدوف در یک مسحکه که از زبان ازبکی به زبان تاجیکی ترجمه شده بود و هجوم نام داشت و درباره ضد فرنگی پرتایی هجوم اعلان کرده شدن بعضی مؤسسه ها خبر میداد، در همین مسحکه رول طبیب را بازی کرد. این رول به این جوان 21 ساله چنان زیبید که وی گویا که مخصوص همین خیلی یک سیمای قهرمان را با خود گرفته باشد. آهسته آهسته عبدالرحمن سیدوف در تئاتر همچون اکتوری اجرا کننده رول‌های قهرمان‌های جوان نام برآورد. کارگردان‌ها قد و قامتی به زیب این اکتور خرابی چهرهش گشاد را دیده و وی رول‌های قهرمان‌های جوان را می‌سپاردند و بسیارتر وی رول مبارزان پایدارشوی حاکمیت شوروی را اجرا می‌کرد و یکی از همین خیل رول‌های وی این نقش عظمتوف در کلتکداران سرخ ساتی حسین بود که سال 32 نشان داده شده بود و واقعه‌های دستگیر کرده شدن ابراهیم بیگ نام باز سردار باسمچیان را تصویر می‌نمود. از بس که پیس نهایت سوس بود، بدتر سال 41 ساتی ملوغزاده در اساس همین مواد یک اثر برجسته آفریدند، لیکن آن نسخه اول کلتکداران سرخ که سال 32 در صحنه گذاشته شد بسیار هم روی یکی بود و قهرمان عبدالرحمن سیدوف عظمتوف در این پیس بسیارتر نصیحت میخواند، کم عمل مینمود. صرف نظر از همه این کمبودی ها رول برای اکتور جوان بسیار زیبیدگی بود. بعدتر سالهای 1934 وقتی که تئاتر اندک قامت راست کرد و عبدالرحمن سید در بسیار نمایش ها بند بود و هر سفر یک تجربه تازه به دست می آورد، آهسته آهسته قانون ها را از خود کرد، چون که وی اکتور بسیار خودروی بود. طبیعت به وی بسیار چیزهای عالی جناب را عطا نموده است. هم نمودش ظاهرش بسیار صحنه زیب بود، افت اندامش نورانی بود، قد و قامتش بسیار چست و چالاک بود، آوازش بسیار زیبا، نطقش درجه اعلا بود. این اکتور چنان برات حرفها را تلفظ بینمود که هر یک کلمه وی، هر یک حرف وی به شنونده دسترس بود. من همین خیلی اکتور
صحنه‌زیب ما سال 1934 وقتی که تئاتر با ملکه تراندوت نام یک اثر تئاتری افسانوی درامانویس عصر 18 ایتالیا کارلو گوتسی مراجعت نمود، رول شاهزاده کالف با عبدالرحمن سعیدوی 24 ساله سپرده شد. قهرمان وی هم مثل خودش مثل اکتور 24 ساله بود. شاهزاده کالف در کوچه مربیش برق را دیده از وی درباره ملکه تراندوت نام یک ملکه صاحب جمال میشنود، ولی میفهمد که این ملکه بسیار سنگدل بوده است. تمام دامشونده ها را سنجش نموده، سر آنها را میبریده است، به دار بیاویخته است. وی از این خوف و خطر نترسید. برابر دیدن صورت این صاحب جمال در دست برق و گفتن ممکن است که با یک دیدن عاشق می شود و از پی دیدار این ملکه شده به درگاه می آید و به درگاه التاوم می درآید و بار وقتی که ملکه همراه کنیزکانش پیدا می شود و این صاحب جمال را دیده باز هم زیادتر دل می بندد. ملکه 3 شرط داشت که اگر یگان جوان یگان عاشق این شرط ها را یافته تواند، در آن صورت وی همسری همین جوان خواهد شد. و ملکه پیدا شده. اول شرط یکمش را و دوم شرطش را و سوم شرطش را آگاه میکند و کالف این سنجش را با غلبه به اتمام میرساند. همه سنجش ها را با هیجان با یک الهام خیلی بلند یافته میتواند. و وقتی که همه شرط ها را اجرا نمود و ملکه مغلوب گشت و ملکه به نزد پدرش پادشاه التام سر فرآورده زاری تولا میکند که وی مغلوب گشت و به این جوان دل ندارد و چطور زن شده میتواند. و کالف به حال این دختر سرسخت رحم نموده میگوید که خفه نشوید، دلگیر نشوید، من اکنون شرط میمانم، بگذار شما یابید و من میخوام که شوهر شما شوم، من به شما دل بستم، عاشق شما هستم. و شرط میماند که ملکه نام این جوان یا نام کالف را یابد و پدر او را هم پیدا کند. و ملکه در آخر اثر این شرط کالف را به جا می آورد و ملکه آهسته آهسته ملایم می شود، نرم می گردد و به این جوان تسلیم می شود. من همین رول شاهزاده کالف برای عبدالرحمن سعید و برای تئاتر یک بازیافت نو گردید. چنان اکتور به این رول داده شد و با دهکاری هایی که در این نقش و عموما در تمام اسپکتاکل استفاده برده شدگی بود، اکتور خودش را آزاد حس کرد. از بس که خودی این اکتور یک اکتور رومانتیکی می باشد، خود اکتوری که یک روح بلندانه سخن می راند و سخنانش بسیار شیرین هستند، بسیار برا، آهنگ گپزنیش بسیار فارم می باشد. همین خیلی اکتور البته از عهده این نقش کلان برآمده توانست. بعد وقتی که در تئاتر راهبرای نو پیدا می شوند، وقتی که تئاتر باز به اثرهای کلانتر مراجعت می کند، عبدالرحمن سعیدوف در صف یکم می گذرد. اکنون وی قهرمان اساسی قریب همه اسپکتاکل هایی که در صحنه گذاشته می شوند، همین خیلی اکتور پیش قدم به حساب می رود. وقتی که تئاتر به مکر و محبت شیلر رو می آورد و به
این اثر دست میرساند و این اثر را خیلی ناز در صحنه میگذارد، رول اساسی پسر پرزیدنت فردیناند با عبدالرحمن سعیدوف و هم اصلی برهانوف سپرده شد. هر دوی اینها هم اکتورهای جوان بودند و هر دو هم خیلی خوب بازی کردند، هر کس به راه خود، لیکن رول بسیارتر با عبدالرحمن سعیدوف زیبید. در لباس حربی، چون که وی پسر پرزیدنت می باشد، در لباس افسر و بسیار زیبا بود. وقتی که پرده یکم به فردیناند دویده به خانه موسیقیچی میلیر می آید و به دختری وی که در کلیسا دیده عاشق شده است عشق بر بیان می کند، کس برابر دیدن این جوان هم آهنگی دلسوزی پیدا می کند. پیس همین خیلی ساخته شده است که پرزیدنت ضد عشق این دو جوان می براید. نابرابری طبقه ها، چون که دختر از طبقه کمبغل و پسر جوان از طبقه بالا، از طبقه دولتمندان می باشد. در آن زمان در عصر 18 نابرابری طبقه ها این یکی از ضدیت های مهم اجتماعی حساب می شد. زد و خورد ها چنان می افزایند، چنان تیزتون می گردند که در آخر اثر هر دوی عاشقان مغلوب می شوند. هر دوی عاشقان به نیت نیک خود رسیدن نمی توانند. در تمام نمایش ها، در همه همین صحنه های زیادی که فردیناند عمل میکند، وی برای بخت خودش، برای عشق خودش مبارزه میبرد. عبدالرحمن سعیدوف من همین عشق فردیناند، عشق خیلی ریشش چقور، عشق بسیار بلند پرواز، عشق بسیار نهایت صاف پاک، همین عشق را نهایت خوب ifade کرده توانست و ناترس ضد پدرش میبراید و برای بخت خودش مبارزه میبرد. و در چیزهای اثرهای ملی هم عبدالرحمن سعیدوف همچون اکتور رومانتیکی نام برآورد. سال 1939 وقتی که تئاتر به نام لاهوتی روزهای 10 سالگی تاجیکستان یک اثر حاضر زمان را به تماشابینان نشان میدهد، این اثر شادمان نام داشت که آن را ساتم اکا اولوزاده نوشتگی بودند و این اولین اثر صحنوی آن کس می باشد. تا الحال درباره دیهات ما، درباره قشلاق ما چندین اثرها پیدا شدگی بودند، لیکن در همه آنها مبارزه بین دشمنهای نقاب پوشیده و بین آدمان نو می رفت. اما در شادمان شما این خیل دشمنهای نقاب پوشیده، دشمنهای پنهان شده، جاسوس ها، خب نابکارها را نمیبینید. در اینجا کالخاز امروزه، کالخاز آخر سالهای 30 نشان داده شده است که اکنون آن دشمنها نیستند. همه آدمانی که در دوره شوروی علاقه تربیه یافتند و برای بلند برداشتن حاصل پخته، حاصل کالخاز مستحکم کمر بستند، کوشش میکنند و یکی از همین خیل جوانها این شادمان میباشد. شادمان از سحر تا شب در زمین پختزار کار میکند، میخواهد حاصل بسیار بلند به دست آورد، میخواهد همه را در حیرت گذارد. برای همین وی درباره پخته هم وقتی که گپ میزند چنان روح بلندانه، چنان با یک دلی گرم سخن میراند که گویا که پخته فرزندی وی باشد. وی میگوید پخته و بسیار آب دادن ممکن نیست و اگر آب کم دهدم نمیرسد، یعنی معیارش را دانستن در کار. چنان همین خیلی سخن میراند که گویا که وی عاشق پخته باشد. من همین خیلی یک جوان سیمای جوان نو را
عبدالرحمن سعیدов آفرید که این جوان نسبت به مهنت فکر تازه دارد، مناسبت نو دارد. من همین مناسبت نو آدم دوران ما نسبت به کار هر روزه موقع مهم را در این سپکتاکل پیدا کرده توانست و محض همین رول از جانب عبدالرحمن سعیدов بسیار ناز افاده یافتگی بود. همان سالها استخانوف نام یک ضربدار مشهور در سرزمین روس پیدا شدگی بود. همه درباره وی نقل میکردند و درباره کارنامه های وی حکایه های و هر گونه اخبارات ها چاپ میشدند. گفتم ممکن است که قهرمان عبدالرحمن سعیدов مثل من همین خیلی استخانوف بود. یعنی یک کارکنی نوی دوران ما می باشد که می خواهد یک حاصل بلند به دست آورد و همه را در حیرت گذارد و همین خیلی سیما در پیسه و هم در سپکتاکل آفریده شد. وقتی که در پرده آخرین نخست به اداره کالخاز از مسکو از جانب ستالین زنگ زده می شود و می گویند که شادماند را به تلفن دعوت کنیدتان. ستالین با اون کس می خواهند دو دهن سخن رانند. همه به توی که نادره محبوبه شادمان را به یک شخص دوست نداشتهش مادرش به زوری به شوهر داده ایستادگی بود دویده می آیند به اداره کالخاز و ستالین همراه شادمان با تلفن گپ میزنند و ستالین تبریک میکند که این دهقان بچه تاجیک همین خیلی یک حاصل بلند پخته را به دست آورده است. البته همین خیلی انجام یافتن اثر، همین خیلی ساخته شدن پیسه همان سالها بسیار مد بود. قریب در بسیار پیسه های شوروی حتما ستالین را همچون غالب، همچون آدم دلسوز نشان میدادند. خیلی همین یک شتامپی که در اینجا یک قالبی که پیدا شده است روی صحنه ما را هم دیدگی بود. گپ در آن نیست، گپ در آن که در همین صحنه عبدالرحمن سعیدov بسیار خاکسارانه صحبت میکند. بسیار خاکسارانه صحبت میکند و وی غلبه خودش را یک کشفیات بزرگ نمیشمارد، بلکه وی یک کار هر روزه خود میداند. ثانی در بسیار سپکتاکل ها عبدالرحمن سعیدov آیسته آیسته نام برآوردند و سال 1940 وقتی که تئاتر به نام لاهوتی به دهه صنعت تاجیک در مسکو تیاری میدید، یک فاجعه نو پیدا شد که نام وی رستم و سهراب بود و رستم سهراب در اساس داستان شاهنامه از جانب عبدالشکور پور محمدزاده و درامانویس مشهور روس والکنشتین نوشته شدگی بود و پیسه صرف نظر از آن که در بعض لحظه ها از اثری از داستان فردوسی اندک دور بود، لیکن به هر حال این اولین واخوری با شاه اثری فردوسی بود. همه اجرا کنندگان با الهام در بالای این اثر کار کردند و یکی از موفقیت های بزرگ این سپکتاکل این اجرای رول سهراب در بازی عبدالرحمن سعیدov بود. عبدالرحمن سعیدov در این رول بسیار زیبید. اولا این که وی جوان بود، دوم این که قد قامت وی، حرکت های بسیار موزون بدنش و تلفظ نطقش بسیار زیبا بود. نهایت این رول را خوشروی اجرا کرد و روزهایی که این سپکتاکل در صحنه مسکو نشان داده شد، مطبوعات مسکو درباره عبدالرحمن سعیدov بسیار بهای بلند دادند و گفتند که این رول در اجرای عبدالرحمن سعیدov یکی از غلبه های بزرگی اکتور شوروی ما حساب می شود.
ما خرسند هستیم که همین اکتور جوان در قطار بهترین استادان شوروی می ایستد و ما از بازیافت‌های و از اجرای این اکتور عجایب شما نهایت شاد هستیم. همان سالها عبدالرحمن سیدوف علاقه به کسلی گرفتار بودند و وقتی که جنگ بزرگ وطنی آغاز یافت، این اکتور البته در این دوره دشوار خودش را معالجه کردن نتوانست و آن سالها البته کسلی سیل را معالجه کرده هم نمی توانستند، لیکن غرق کار شدن، با کار بند بودن، کار ایجادی عمر عبدالرحمن سیدوف را خیلی دراز کرد و کسلی البته خلل می رسانید، لیکن عبدالرحمن سیدوف صرف نظر از این دشواری ها، از همه همین چیزها برای پیش بردن تئاتر خودش خیلی زور می زد. بغیر از بازی و در کارگردانی هم مشق کرد و یکمین سپکتاکلی که عبدالرحمن سیدوف سال 1939 روز 10 سالگی تئاتر تاجیک در صحنه خودش، در صحنه عزیزش نشان داد، این بالوای فورمانوف و پالیوانوف می باشد. این پیسه که بر وقت تألیف یافته بود، در بسیار صحنه های اتفاق شوروی نشان داده شده بود. در صحنه تاجیک هم سال 31 برگزار گردید، لیکن آن سالها تئاتر خیلی جوان بود، از عهده حذف نمودن این اثر مرکب برآمدن نتوانست. به هر حال همان سالها چنین سپکتاکل پیدا شدنش یک پیشروی حساب می شد، چون که بسیار چیزها را اکتورها یاد گرفتن. اما سال 39 وقتی که تئاتر به یک راه ریالیسم مستحکم قطعی استوار گردید، این راه را نقص طی نموده بود، وقتی که تئاتر برای آفریدن خلق و اطوارهای گوناگون زحمت کشیده از عهده این وظیفه دشوار ایجادی برآمده توانست، این کار بسیار زحمت آور بود. عبدالرحمن سیدوف همچون کارگردان در این سپکتاکل خودش را توصیه کرده توانست که وی قوه های خوردی یک گروه بلشویک ها و مبارزه کلک های و سرباز های گمراه را بسیار عمیق نشان داده توانست. بالوا گفتن ممکن است که همان سالها یکی از بهترین سپکتاکل های تئاتر به نام لاهوده به شمار می رفت و خدمت عبدالرحمن سیدوف در این رژیسور ملی بسیار کلان بود. بعد و در صحنه ما خانه ندیر نام یک درامه جلال اکرامی و الکسی فایکو را در صحنه گذاشت که این پیسه درباره اشتراک تاجیکان در جنگ بزرگ وطنی نقل می نمودند. عبدالرحمن سیدوف که وی در جنگ اشتراک نکرده است و تنها با واسطه فیلم های و با واسطه مطبوعات از جنگ آگاه بود، در همین اثر قهرمانی یک گروه سربازان شوروی را نشان داده توانست و روح جنگ، روح وزنین مبارزه، روح وطن دوستان شوروی در سپکتاکل آفریده عبدالرحمن سیدوف نهایت حقانی تصویر یافتگی بود. اکتورها از عهده همه ابرازها برآمده توانستند. بعد در همین سالهای وزنین جنگ بزرگ وطنی عبدالرحمن سیدوف در اساس مسحکه آذری عروس 5 سومه را نوشت. گفتم ممکن است که این سپکتاکل نوآورانه می باشد، چون که تا الحال چنین مسحکه ملی حقیقی تاجیکی وجود نداشت. و بار اول عبدالرحمن سیدوف همین مسحکه را انتخاب نمیده، خودش به زبان تاجیکی ترجمه نموده،
لقمه ها را اندک اندازه کرده و در آنها حکمت و ضرب المثل های تاجیکی را وارد نموده، گفتگوهای عباره های بسیار خنده آور را تالیف نموده، به ترتیب آورده و همراه اکتورها چنان یک نمایش ملی خنده آور آفرید که همان سالهای وزنین جنگ این یک دلبرداری برای تماشابینان بودند. تماشابینانی که روزهای سخت را از سر می‌گذراندند به تئاتر آمده از این مسکه فرح بخش الهام می‌گرفتند، می‌خندیدند، رویشان برداشته می‌شد و آن دشواری‌های وزنین سالهای جنگ را فراموش می‌کردند. و بزرگترین نوآوری عبدالرحمن سعیدов در آن که هر یک اکتور در این سپکتاکل و یک نقش ناتکراری ملی خنده آور مضحکوی آفریده توانست. در تئاتر عبدالرحمن سعیدов را کچالov بنامیدند، کچالov تاجیک بگفتند. کچالov ایوان واسیلیویچ این کس اکتور مشهور تئاتر اکادمی بدیعی مسکو می باشند که این کس بسیار نطق عالی جناب داشتند. اکتور بسیار برجسته، بسیار مشهور بودند. چنان نطقشان به درجه عالی بود که همه آرزوی شنیدن نطق همین اکتور می شدند. من برای همین همکسبانشان، رفیقانشان عبدالرحمن را کچالov تاجیک بگفتند. انا کچالov تاجیک آمد بگفتند، چون که در حقیقت در خصوص تلفظ در قدم اول می ایستادند. نهایت تلفظ برا، نهایت نطق عالی جناب، نطقی که از یگان عنصر لهجوی تماما خالص بود، بسیار نطق زیبا، بسیار شیوا، نهایت روان، نهایت فارم بود. کس برای گوش کردن لذت می برد، همچون موسیقی به بدن انسان تاثیر می کرد. من همین خیلی یک اکتور رومانتیکی بزرگ را ما سال 43 برپا دادیم. بعد از این ما تماما فراموش کردیم و آن چیزی که من حاضر گفته ایستادم این خاطره این اکتور بزرگ ما را شاید شاد کند، ارواح آن کس زنده شود. لیکن تاریخ تئاتر تاجیک هیچگاه این اکتور زبردستی ما را فراموش نخواهد کرد. عجیبش این که یک جوانی که تماما حیات را، شیرینی های حیات را، بچگی را نچشیده است، جوانی که بسیار روزهای سخت را از سر گذرانده است، جوانی که شاید از همین وزنینی های ایام جوانیش و همین کسل گرفتار شده است و برمحل دنیا را پدرود خواند، همین خیلی جوان از طبیعت یک جهان استعداد گرفته توانسته است. محض من همین استعدادی که خدا داده است، طبیعت داده است به عبدالرحمن سعیدov، کار وی را آسان نمود. وی استادان بزرگ در تئاتر برمحل ندیده است. گفتن ممکن است که 7-8 سال وی در تئاتر با خود آموزی و با دشواری های حیات تئاتری، حیات شخصی خودش گذشت. بعد آن که وی قامت راست کرد و اکنون مستحکم کمر بسته برای آوردن یک قطار رول های نو تیار بود، این کسلی به وی سر زد و عمر وی را برمحل از دست گرفت. صرف نظر از این، عبدالرحمن سعیدov در تاریخ تئاتر تاجیک همچون اکتور نخستین رومانتیکی، اکتور برجسته نام برآورده است و هیچگاه تئاتر تاجیک او را فراموش نخواهد کرد. افسوس که ما او را در کینو ندیدیم، چون که آن سالها کینو کم به نوار گرفته می شد و کینو بدتر سالهای 56 در کینوستودیوی تاجیک فیلم نشأ و نما یافت. عبدالرحمن نبود آن وقت، برای همین ما نه او را در فیلم میبینیم و تنها در اون رولهایش که تئاتر شناس ها
در کتاب ها تصویر نمودن، با همین معلومات قانع نموده می توانیم.